به پنجمین ویدیو از بحث تحلیل حساسیت و برنامه‌ریزی پارامتریک خوش اومدید. خب تا الان که اگر ویدیوهای قبلی رو دنبال کرده باشید ما گفتیم که حالات مختلفی داره تحلیل حساسیت و با توجه به اینکه چه تغییری داره در چه قسمتی از مدل رخ میده ما باید در واقع رویکردهای مختلفی رو به کار بگیریم. تا الان ما دو مورد اول رو بررسی کردیم و در این ویدیو میخوایم در خصوص تغییر توی ضرایب تکنولوژی یا به عبارت ساده تر تغییر توی ضرایب متغیرها در قسمت محدودیت صحبت بکنیم. ببینیم که این تغییر در واقع باعث میشه که ما مکانیزممون به چه صورت ادامه پیدا بکنه. خب بیایید اول با هم فرمول ها رو مرور بکنیم و ببینیم که وقتی ما صحبت از تغییر توی ضرایب محدودیت ها میکنیم در واقع کدوم قسمت از هر یک از این فرمول های اصلیمون رو داریم تغییر میدیم. خب میدونیم که در واقع ضریب محدودیت ها با توجه به پایه‌ای بودن یا غیر پایه‌ای بودن اون متغیری که ما داریم ضریبش رو تغییر میدیم بحث تاثیرگذاری هست. خب اگر ما آی جی رو در خصوص یک متغیر غیر پایه‌ای تغییر بدیم تنها جایی که تو این فرمول ها ما آی جی داریم میبینیم که این قسمت هست که حالا متناظر با زد جی منهای سی جی همون متغیر غیر پایه‌ای هست. بنابراین فقط کافیه که بیایم و زد جی منهای سی جی اون متغیر غیر پایه‌ای رو با استفاده از حالا ضرایب جدید مجددا محاسبه بکنیم و اگر تغییری در واقع نیاز داشت انجام بشه یعنی از حالت بهینگی خارج شده بود بیایم و با استفاده از یک جدول سیمپلکس اولیه مجددا به یک پایه بهینه برسیم. اما اگر این ضریب متغیری که ما داریم تو محدودیت ها تغییرش میدیم مربوط به یک متغیر پایه‌ای باشه میدونیم که این ضریب تو ماتریس B وجود داره و اگر ماتریس B عوض بشه به تبع اون ماتریس B اینورس هم عوض میشه و وقتی ما به فرمول ها نگاه میکنیم می‌بینیم که توی تمام فرمول ها ما با ماتریس بی اینورس سر و کار داریم. پس کل ماجرا عوض میشه و باید با یه ترتیب خاصی که حالا توی مثال های بعدی با هم خواهیم دید بیایم و در واقع تمام موارد رو مجددا چک بکنیم. خب پس دیدیم که تغییر توی ضرب محدودیت ها وقتی که در خصوص متغیر غیر پایه‌ای و متغیر پایه‌ای هست منجر به این میشه که ما رویکردهای حل مختلفی رو اتخاذ بکنیم. بیاین با هم یه مثال در خصوص تغییر در ضریب محدودیت‌های یک متغیر غیر پایه‌ای صحبت بکنیم. فرض کنید که چنین سوالی به ما داده شده و یک مدل سه متغیره با دو محدودیت و همچنین جدول حل بهینه نهایی این مدل به ما داده شده و سوال از ما می‌پرسه که اگر ضریب متغیر x1 در محدودیت اول یعنی این قسمت از عدد 1 به عدد منفی 3 تغییر بکنه ادامه کار و این جدولی که ما باش رو هستیم به چه نحوی تغییر خواهد کرد. خب ما در وهله اول متوجه شدیم که داره یه تغییری توی ضرایب محدودیت ها انجام میشه. حالا باید بیایم ببینیم که این تغییری که توی محدودیت ها ایجاد شده آیا مربوط به یک متغیر پایه‌ای هست یا مربوط به یک متغیر غیر پایه‌ای هست. خب توی جدول بهینه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دو متغیر x3 و x2 در پایه هستن. پس وقتی ما ضریب متغیر x1 در محدودیتی رو تغییر میدیم در واقع داریم ضریب یک متغیر غیر پایه‌ای رو تغییر میدیم. خب همونطور که توی فرمول ها دیدیم وقتی چنین اتفاقی میفته در واقع آی یک متغیر غیر پایه‌ای توی محدودیت ها داره تغییر میکنه و ما فقط کافیه که زد جی منهای سی جی همون در واقع متغیر غیر پایه‌ایمون رو مجددا محاسبه بکنیم. خب ما اول باید ببینیم که در واقع ستون زیر اون متغیر غیر پایه‌ایمون به چه نحوی آپدیت خواهد شد و بعد اون ستون جدید رو بیایم و در فرمول زد جی منهای سی جی قرار بدیم. خب اینجا ما اگر بخوایم با توجه که داریم راجع به x1 صحبت میکنیم پس ستون زیر این متغیر در محدودیت ها با آی1 نشون داده میشه و چون داریم ما یک مقدار مربوط به جدول رو مینویسیم آبار 1 رو قرار میدیم. پس آبار 1 منظورمون ستون زیر متغیر x1 در جدول هستش که حالا این مقدار با فرمول بی اینورس در آی1 به دست میاد منتها آی1 که آپدیت شده و جدید هستش. تو این سوال قبل از اینکه حالا اتفاقی بیفته ستون آ1 منظورمون این قسمت هست. حالا میخوایم ببینیم با تغییر از عدد 1 به عدد منفی 3
این ستون به چه نحوی آپدیت میشه. خب ما فرمولش رو بلدیم، کافیه که بی اینورس رو بیایم و در ضرایب جدید مدل ضرب بکنیم. خب بی اینورس رو که خیلی ساده میتونم از اینجا بخونم و در واقع بیام و داخل فرمولم قرار بدم. و آ پرایم یک رو هم که در واقع منظورمون ضرایب جدید متغیر x1 توی محدودیت ها هست هم کافیه که از داخل مدل بیام و این رو برش دارم. خب اگر که ما ضرایب رو بیایم و از محدودیت های مدل بخونیم، ببینیم که ضرایب متغیر x1 توی در واقع محدودیت ها برابر عدد منفی 3 و عدد 5 هست. حالا اینجا من اشتباهاً 7 نوشتم ولی محاسبات با عدد 5 انجام شده، یعنی این ستونی که در این قسمت هست برابر میشه با منفی 7 و 4. خب پس ما الان ستون زیر متغیر x1 رو در قسمت محدودیت ها آپدیت کردیم و حالا کافی هستش که بیایم و z1 منهای c1 رو محاسبه بکنیم تا ببینیم که آیا بهینگی ما رو تحت تاثیر قرار میده یا خیر. خب فرمول z1 منهای c1 رو بلدیم، c b b اینورس در a1 منهای c1 منتها a1 که در واقع ضریب جدیدمون هستش. خب CB رو خیلی ساده میایم و از تابع هدف میخونیم. CB منظور ضریب متغیرهای پایه‌ای در تابع هدف هستش که الان با توجه به اینکه x متغیر پایه‌ای اول هست، اول ضریب اون رو قرار میدیم یعنی عدد 2 و بعد متغیر x2 با ضریب 3 در تابع هدف در این قسمت قرار میگیره. و مقدار بی اینورس در آ پرایم 1 رو هم که در بالا محاسبه کردیم، منفی 7 و 4 رو در این قسمت قرار میدیم منهای c1 یعنی ضریب متغیر x1 در خود تابع هدف که حالا اینجا عدد 1 هست و منهای 1 رو قرار میدیم و پیدا میکنیم که وقتی این محاسبات انجام میشه به عدد منفی 3 میرسیم، یعنی این عدد 3 که اینجا هست تبدیل میشه به عدد منفی 3. با توجه به اینکه مسئله ما یک مسئله ماکسیموم سازی هست، لذا در واقع عدد منفی 3 تو سطح تابع هدف بیانگر غیر بهینگی هستش و ما باید برای اینکه به یک پایه بهینه مجددا برسیم باید بیایم و یک مرحله در واقع عملیات سیمپلکس اولیه رو انجام بدیم. خب با این توصیف الان x1 به عنوان متغیر ورود به پایه انتخاب میشه و x2 از پایه خارج میشه که حالا وقتی بیایم و یک مرحله از این جدول رو انجام بدیم به یه ضد جدید برابر 9.5 خواهیم رسید. خب حالا بیایم با هم یک سوال دیگه رو در همین خصوص بررسی بکنیم. فکر کنید که سوال از ما این پرسه که دامنه تغییرات ضریب متغیر x1 توی محدودیت دوم چگونه باید باشه به گونه‌ای که جواب بهینه ما عوض نشه. خب این بار داریم راجع به متغیر x1 صحبت میکنیم و باز میبینیم که متغیر x1 یک متغیر غیر پایه‌ای هست چون متغیرهای x3 و x2 در واقع در پایه هستن، لذا x1 یک متغیر غیر پایه‌ای میشه. دوباره باز ما مکانیزممون همون هست ولی در واقع اینجا به جای اینکه بیایم و ضریبش به صورت یک عدد دانسته شده فرض بکنیم، میایم به صورت یک پارامتر فرض میکنیم و دوباره همون راه سوال قبل رو مجددا پیش میریم. ابتدا میایم و از ستون زیر متغیر x1 در محدودیت ها رو محاسبه میکنیم و بعد با استفاده از اون زج منهای cjش رو بررسی میکنیم. خب از ما پرسیده که ضریب متغیر x1 در محدودیت دوم که حالا اینجا عدد 5 هست تو چه بازه‌ای میتونه تغییر بکنه. برای من میام این رو به عنوان یک پارامتر در نظر میگیرم، یعنی به جای اینکه عددی بذارم نویسم آ21. خب پس این میشه در واقع آ پرایم یکم، یه ضریب جدید من. خب میام داخل z1 منهای c1 قرارش میدم و فرمول c b b اینورس آ پرایم 1 منهای c1 رو براش مینویسم. خب اینجا من تصمیم گرفتم که یه چیز جدید بهتون یاد بدم جهت اینکه سرعت محاسباتتون بالا بره. به اعدادی که زیر متغیرهای کمکی نوشته میشه، یعنی اعدادی که در این قسمت تا اینجا هستن، بهشون در واقع ضرایب دوگان گفته میشه که توی جدول از این قسمت قابل محاسبه هستن و یه فرمولی داره تحت عنوان y مساوی c b در b اینورس که این فرمول هم وقتی که داریم در خصوص روابط دوگان جدول کار میکنیم میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم. الان اینجا اگر من به فرمول z1 منهای c1 هم نگاه بکنم میبینم که دقیقا اینجا من باید cb در b اینورس رو بیام و محاسبه بکنم و با توجه به اینکه میدونم ضریب زیر s ها بیانگر همین cb در b اینورس هست، لذا خیلی ساده میام و 1.5 رو از این قسمت میخونم و اینجا قرار میدم.
اما اگر الان شما این نکته رو هم نمیدونستید، باز هم توانا بودید که این سوال رو حل بکنید، چون سی بی رو به صورت جداگانه میتونستید از تابع هدف نگاه بکنید و مقدار بی اینورس رو هم که از این قسمت شما داشتید. پس دونستن این نکته صرفا باعث افزایش سرعت محاسبات شما تو امتحان میشه و حالا باعث میشه که بتونید یه درک بهتری از جدول داشته باشید. تحت هر شرایطی، حالا یا با استفاده از ضرایب دوگان یا با استفاده از ضرب کردن سی بی در بی اینورس، ما این 1.5 رو محاسبه کردیم و آ پرایم 1 یعنی ضرایب جدید متغیر x2 رو هم که در این قسمت ما فرض کردیم که چه چیزی میخوایم قرار بدیم، پس 1 و آ 1 قرار میدیم. منهای C1 میکنیم منهای ضریب متغیر x1 در تابع هدف که برابر 1 هست انجام میدیم. وقتی که این کار انجام میشه، ما به یه عبارتی میرسیم که برای اینکه این پایه در واقع یک پایه بهینه باقی بمونه، با توجه به اینکه مسئله ما یک مسئله ماکسیموم سازی هست، باید بزرگتر مساوی 0 باشه تا این رو ما اسمش رو بذاریم یک پایه بهینه. اما اگر مسئله مینیموم سازی بود، کافی بود که این مقدار رو کوچکتر مساوی 0 فرض بکنیم. که حالا وقتی محاسباتش انجام میشه، به این نتیجه میرسیم که این ضریب آ21 یعنی ضریب متغیر x1 در محدودیت دوم باید بزرگتر از -1 باشه تا این پایه یک پایه شدنی باقی بمونه. حالا بیایم با هم تغییر در ضریب محدودیت‌های متغیر پایه‌ای رو تحت بررسی قرار بدیم. در 2 سوال قبلی که با هم بررسی کردیم، دیدیم که داره ضریب محدودیت یک متغیر غیر پایه‌ای تحت تاثیر قرار میگیره و ما یاد گرفتیم که چطور بیایم و پیامدهای این تغییر رو بتونیم در پاسخ نهاییمون تعدیل بکنیم. اما اگر چنین تغییری در خصوص ضریب محدودیت یک متغیر پایه‌ای رخ بده، ما میخوایم با هم در این مثال ببینیم که چه استراتژی رو برای حل باید اتخاذ بکنیم. دیدیم که ضریب متغیرهای پایه‌ای در محدودیت‌ها توی ماتریس B وجود داره. حالا وقتی یکی از این ستون‌های ماتریس B تغییر بکنه، طبیعتاً بی اینورس هم تغییر میکنه و ما تقریبا توی تمام اون روابطی که با هم داشتیم دیدیم که ماتریس بی اینورس به نوعی شرکت داره و حالا بنابراین کل محاسبات ما رو تحت تاثیر قرار میده. برای حل مسئله جدید ما ابتدا باید مقادیر جدید ستون اون متغیر پایه‌ای رو که تغییر کرده بیایم در جدول محاسبه بکنیم. یعنی بیایم مثل سال قبلی اول آی اون متغیر مثلا آی کار رو محاسبه بکنیم با ضریب جدید و وقتی اون رو حساب کردیم در گام دوم باید بیایم زج منهای سی رو محاسبه بکنیم و مقادیر جدید رو داخل جدول نهایی قرار بدیم و جدول رو به روز رسانی بکنیم که حالا در به روز رسانی جدول هر یک از حالات ممکنه که رخ بده. یعنی ممکنه با این تغییر سوال همچنان بهینه و موجه باقی بمونه، ممکنه بهینه باشه ولی قسمت شدنی بودنش خراب بشه، ممکنه قسمت شدنی بودن یا موجه بودنش درست باشه اما بهینگی رو تحت تاثیر قرار بده و اینکه نه اصلا ممکنه که هم قسمت بهینگی و هم قسمت شدنی و موجه بودن سوال رو تحت تاثیر قرار بده. حالا با استفاده از دانشی که ما بلدیم، اگر که فقط قسمت بهینگی تحت تاثیر قرار گرفته بود، میایم از سیمپلکس اولیه استفاده میکنیم و ادامه میدیم. اگر که قسمت شدنی بودن و موجه بودنمون تحت تاثیر قرار گرفت، با استفاده از سیمپلکس ثانویه ادامه میدیم و اگر هر دو قسمت جدول ما خراب شد، میایم و حالا با روش‌هایی که بلدیم مثل روش محدودیت مصنوعی جدول رو ادامه میدیم تا به یه پایه جدید برسیم. الان تو این سوال شما فرض کنید که چنین تغییری رخ داده. ضریب متغیر x2 در محدودیت دوم، یعنی اینجا، از عدد 3 به عدد 4 تغییر پیدا کرده. و حالا ما باید بیایم تبعات این تغییر رو بسنجیم و ببینیم که جدول بهینمون به چه نحوی باید تعدیل بشه. خب اول ما نگاه میکنیم ببینیم که چه متغیرهایی در پایه هستن. میبینیم که x3 و x2 در پایه قرار دارند. بنابراین وقتی که ما ضریب متغیر x2 در محدودیت دوم رو داریم تغییر میدیم، در واقع داریم ضریب یک متغیر پایه‌ای رو تغییر میدیم و باید حواسمون به این موضوع باشه که حالا این تغییر در چه قسمت‌هایی تاثیرگذار خواهد بود. خب ابتدا بیایم و ضریب ستون متغیر x2 در محدودیت‌ها تو جدول رو محاسبه بکنیم. خب آ2 جدید به دست میاد با استفاده از بی اینورس در آ پرایم 2 یعنی ضریب جدید.
خب بی اینورس رو که ما از این قسمت باز بلدیم به دست بیاریم و ضریب جدید هم به این صورت هستش. توی محدودیت اول ضریب متغیر x2 برابر 1 هست و توی محدودیت دوم که عدد 3 بود اما با توجه به تغییر سوال بعد عدد 4 جایگزین بشه. بنابراین ما این قسمت رو هم با استفاده از تغییر می نویسیم و میتونیم به دست بیاریم. حالا ستون جدیدی که در این قسمت ایجاد میشه منفی نیم و 1.5 هست. یعنی اینجا که عدد 0 و 1 داشتیم به جای این دو ما منفی نیم و عدد 1.5 رو خواهیم داشت. علاوه بر این موضوع باید بیایم زج منهای سی جی متغیر دوممون رو هم چک بکنیم که ببینیم در واقع به چه نحوی تغییر خواهد کرد. زد منهای سی دو جدید با استفاده از حالا فرمول که بلدیم سی بی بی اینورس پرایم دو منهای سی دو. دوباره الان ببینید اینجا ما خیلی ساده اومدیم سی بی رو قرار دادیم. دوباره الان اینجا شما مشاهده بکنید ما سی بی رو در واقع اومدیم از این قسمت تابع هدف سوال خوندیم و بی اینورس در آ پرایم دو رو هم که در واقع تو مرحله اول تو این قسمت محاسبه کردیم. لذا فقط کافیه که قرار بدیم و در واقع ضریب رو مجددا محاسبه بکنیم که وقتی این محاسبه انجام میشه به عدد نیم میرسیم. حالا ما برای اینکه یک شمای بهتری از تغییراتی که صورت گرفته توی جدول داشته باشیم میایم و اینها رو داخل جدول قرار میدیم و با همدیگه معنی آپدیت کردن جدول رو هم متوجه میشیم. خب ما این دو تا مرحله رو در اسلاید قبلی با هم مشاهده کردیم. حالا بیایم اینها رو داخل جدول قرار بدیم. یعنی اینجا ضریب متغیر x2 در جدول رو تو قسمت محدودیت اینجا میشه منفی نیم و اینجا میشه 1.5 و همچنین زج منهای سی جیش برابر مقدار نیم شد که حالا تو این قسمت قرار میگیره. خب ما بریم این تغییرات رو مجددا با هم بررسی بکنیم. این جدول همین جدول بالا هستش که حالا به صورت مرتب تری نوشته شده. میبینیم که سوال ما ماکسیموم سازی هست و توی زج منهای سی جی عدد منفی ایجاد نشده و قسمت شدنی بودنمون هم تحت تاثیر قرار نگرفته و لذا این پایه همچنان بهینه هست. اما باید خیلی به این موضوع توجه بکنیم که اینجا قسمت پایانی کار نیستش. ما از OR 1 به خاطر داریم که متغیرهایی که در پایه قرار میگیرن یه خاصیت خیلی بزرگ و مهم دارن و اون خاصیتشون این هستش که متغیری که در پایه قرار میگیره باید بردار یکه تشکیل بده. الان مثلا اینجا x3 وقتی از سطر و ستون میام و این رو با هم تقاطع میدم به عدد 1 میرسم و در بقیه جاهای ستونش عدد 0 داره. خب این خاصیت بردار یکی هستش که باید برای تمام متغیرهایی که در پایه هستن صدق بکنه. اما وقتی که به متغیر x2 میام و این خاصیت رو الان بررسی میکنم دیدم که با توجه به اون تغییری که من اونجا انجام دادم این موضوع براش به هم ریخته. یعنی الان x2 وقتی با x2 تقاطع پیدا میکنه ما انتظار داریم که عدد 1 باشه اما عدد 1.5 رو میبینیم. پس برای اینکه من اینجا بیام و عدد 1 رو بسازم کافیه که تمام سطر x2 رو تقسیم بر عدد 1.5 بکنم تا به عدد 1 در تقاطع x2 از سطر و ستون برسم. و همچنین انتظار دارم این دوتا عدد دیگه که تو این ستون هستن مقدارشون برابر 0 باشه و اما میبینم که اینطور نیست و با اعداد دیگه در واقع سر و کار دارن. از OR 1 ما عملیات سطری و ستونی گوس جردن رو به خاطر داریم و میدونیم که میتونیم اگر که ضریب یک سطر رو با سطرهای دیگه جمع بکنیم هیچ خللی به معادلات ما ایجاد وارد نمیشه. بنابراین اینجا الان ما 1.5 رو اگر که تقسیم بر 3 بکنیم به عدد نیم میرسیم و وقتی با سطر بالاش جمع میکنیم یعنی نیم به علاوه منفی نیم دقیقا عدد 0 میشه، یعنی همون خواسته ما محقق میشه. بنابراین اینجا اتفاقی که میفته این هستش که این تقسیم بر عدد 3 شده و با سطر دوم جمع شده. کار مشابهی رو با سطر Z انجام میدیم. یعنی میگیم این 1.5 که در واقع توی تقاطع وجود داره اگر تقسیم بر 3 بشه میشه عدد نیم و اون نیمی که در واقع توی سطر اینجا وجود داره رو اگر ازش کم بکنیم به عدد 0 میرسیم و حالا همین تقسیم بر 3 میشه و از سطر بالا منها میشه و در واقع جدول جدیدی برای ما ساخته میشه.
که حالا این جدول جدید با توجه به اینکه بحث یکه بودن متغیرهایی که در پایه هستنش اوکی هست، لذا میشه به عنوان جدول نهایی معرفیش کرد. و دیدیم که با این تغییراتی که انجام شد به صورت اتوماتیک Z هم آپدیت شد، مقادیر XB هم آپدیت شد و تماما این مقادیر با اعداد بالا فرق میکنه و این انتظار رو هم از ابتدا ما داشتیم، چون دیدیم که با تغییر تو ضرایب محدودیت‌های پایه‌ای با تغییر تو ضرایب محدودیت‌های یک متغیر پایه‌ای ماتریس بی اینورسمون عوض میشه و بنابراین همه چیز انتظار داشتیم که عوض بشه. و الان در سوال جدید ما مقدار بهینه زدمون برابر 22 سوم و مقدار بهینه هر کدوم از x هامون، الان x1 تو پایه نیست، برابر 0 و x3 برابر 5 سوم و x2 هم برابر 4 سوم هست.